اگر که در زمان ورود به سالن به اون بخش به دیوار بگو سر زده باشید، ما سعی کردیم که توی این قسمت چند تا از سوالاتی که شما با بخش به دیوار بگو مطرح کرده بودیم رو با هم بررسی بکنیم و پاسخهاش رو بهتون بدیم. البته که باز هم تاکید میکنم که اگر سوال یا موضوعی رو که اونجا در بخش به دیوار بگو مطرح کردیم الان توی این سوالات نبود، اصلا نگران نشید، به خاطر اینکه ما متعهد هستیم که نهایتا تا 2 هفته آینده پاسخ همه مواردی که شما مطرح کردین رو به صورت تصویری براتون ارسال می‌کنیم. میریم که سوالی که دوست دارم از مدیران بکنم این که ازتون یه سوالی داشتم، ما کجای نگاه شما قرار داریم؟ مشاورین املاک خب افراد زیادی با دیوار کار میکنن، اصناف مختلف. من خواهشم این بود که بفرمایید مشاورین املاک کجای نگاه شما قرار دارن، شما چگونه بهشون مینگرید و نگاهتون به اونها چیه؟ خب من از تایم ضبط شدن ویدیو که پشتش روشنه تصور میکنم که این ویدیو در ابتدای ورود به این ایونت ضبط شده. اصلا این ایونت برگزاریش ماهیت اصلیش برای این بود که ما بتونیم نزدیکتر بشیم به شما و بتونیم یک تعامل دو طرفه بهتری رو با هم برقرار کنیم. من توی بریک و توی استراحت به چند تا از دوستان نشون دادم. بعضی از دوستان گله کردن که چرا شما می توانستید زودتر بیاین با ما ارتباط بگیرید، زودتر این بستر رو فراهم کنید. ما توی این سالها چندین بار به شخص ارتباط گرفتیم با اتحادیه و با نهادهای صنفی که عملا با شما در ارتباط بودن، ولی خب متاسفانه به در بسته بودیم. من پیام ارسال شده خودم به رئیس اتحادیه آقای گودرزی رو به همکاراتون نشون دادم توی ایونت. چندین بار تماس گرفتم با ایشون و چندین بار صحبت کردیم، ولی به در بسته بود. ولی خب میخوام بگم که جای نگرانی نیست. ما در سلسله رویدادهای دیوار به دیوار داریم سعی میکنیم که بتونیم به شما نزدیکتر بشیم، علت اقدامات و کارهامون رو توضیح بدیم و بتونیم توی یک فضای متقابل حرفها و دلایل تصمیمات خودمون رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. الزاماً ممکنه که شما نتونید متقاعد بشید یا پاسخی که از من میشنوید پاسخی نباشه که شما رو متقاعد میکنه، ولی من به نظرم این حق ماست که بتونیم توی قرن 21 کنار هم بشینیم، با هم حرف بزنیم، نقطه نظرات همدیگر رو به هم منتقل بکنید و در نهایت هم به یک فصل مشترک و به یک نقطه واحد برسیم و اونجاییه که احتمالاً باید یا ما یک سری اقدامات و کارهایی رو انجام بدیم یا شما باید در رویه استفادهتون از دیوار یه سری تغییرات بدید. امیدوارم که تونسته باشیم توی کل ایونت پاسخ این سوال رو داده باشیم، چون فکر میکنم همه آنچه که در این ایونت در موردش صحبت کردیم سوالی بود که دوست عزیزمون مطرح کرده بود. بریم سوال بعدی رو با هم ببینیم. یه در اون مشکل بزرگی که ما با سیستم دیوار داریم این هستش که خب معمولا ما در واقع از یک برج چندین واحد رو آگهی میکنیم، متراژهای متفاوت از یک برج یا حتی ممکنه متراژهای یکسان ولی در طبقات مختلف یک برج. بسیار بسیار زیاد اتفاق میفته که در واقع دیواری آگهی ها رو رد میکنه به خاطر شباهت به هم. خب واردتا وقتی داخل یک برج چند تا واحد مختلف هست این منجر به این میشه که آگهی شبیه هم در میاد. چه بسا ما وقتی که به مثلا روزنامه آگهی میدیم حتی اگر 10 تا آگهی دقیقاً یکسان رو هم بدیم به دلیل اینکه داریم هزینه‌اش رو پرداخت می‌کنیم بدون مشکل در واقع آگهی رو منتشر می‌کنیم، ولی این در واقع آبجکت و این مشکل بزرگ ما با دیوار داریم که آگهی رو خیلی زیاد رد می‌کنه. فکر می‌کنم شروین بهترین فردیه که میتونه در مورد این سوال پاسخ بده. شروین لطفاً. خب سلام دوباره.
من اول قسمت دوم این سوال رو جواب بدم که آسون تر از خودم. اون مقایسه با روزنامه که اساسا غلطه. واقعیتش اینه که تو روزنامه اگه یه روزی که داریم آگهی میدیم، روز قبلی اون کسی که دنبال جنس میگرده نمی‌بینیم. ولی حتی اگه این اتفاق هم میافتاد، ما که نمیخوایم با اون استاندارد روزنامه خودمون نگه داریم. کلی این حرفامون همینه که ما میخوایم کیفیت بالاتری داشته باشیم. دلیلی هم که احتمالاً همون الان تو ترجیح میدیم تو دیوار آگهی بذاریم تا همشهری، همین استاندارد بالاتره. ولی حالا به این معنی نیستش که همین سیستممون عالی و بدون خطا قطعاً. این سیستم هوش مصنوعی که داریم همه اطلاعات آگهی رو نگاه میکنه، هم عکس‌ها رو نگاه میکنه، هم فیلم‌ها رو نگاه میکنه، هم متن رو نگاه میکنه و سعی میکنه که کسایی که دورش میزنن میخوان دورش بزنن آگهی تکراری بذارن رو هم بگیره. معنی اینه که یه مرز خیلی باریکی وجود داره که بعضی وقتا خطا بده. این خطا رو دائم داریم سعی میکنیم بهبود بدیم. حالا نمونه‌ای هم که تو همین صحبت‌های امروزمون دیدیم و قطعا بیشتر بررسی میکنیم. ولی کلا مدلمون هم اینجوری هستش که ما هم 5% آگهی که گفتیم انسانی هنوز داره بررسی میشه، هدفش همینه که این خطا رو پیدا کنه. 5% آگهی‌ها رو میدیم به نیروی انسانی که دو شخص مختلف بررسی کنن که خطای انسانی هم بر نداشته باشیم و سیستم هوش مصنوعی رو داریم با اون میسنجیم. واقعیتش اینه که حالا این کیس خاص رو باید بررسی کنیم، ولی دائم داریم سعی می‌کنیم اینو بهبود بدیم و پیشرفت بدیم که این اتفاق نیفته. سعی کنیم که کمتر تکراری بگیریم اگر اون آگهی واقعا تکراری نیست. مرسی شروین، ممنونم. بریم سوال بعدی رو ببینیم با هم. مطرح موضوع مهمی هم هست. در خصوص مرزبندی محدوده مناطق آگهی دیواره. مثلا من مشخصا میخوام مثال بزنم که این منطقه خودمون دیوار فعالیت میکنم. خب همه میدانات از قدیم به اسم پیرامون نفت میشناسن. ما یک سانت بالاتر از خود بولوار میدانات آگهی میخوایم درش کنیم، مکانش رو زفر در واقع تشخیص بده اون آگهی رو. و خب خیلی اصلا تفاوت میکنه قیمت‌ها محدوده‌های مثلا از جنوب میدانات تا خدمت مثال بزنم پیرامون حصاری و به میدون کتابی اینا که نزدیک میشیم همچنان جنوب میدانات و قیمت خیلی بالاتر و جلفا تشخیص میده اونجا. این در مورد مرزبندی‌ها می‌خواستم یه ادیت و ویرایشی بشه اگر که امکانش باشه. حالا با مشورت دوستان فعال تومتن سپه بیا لطفاً به همون بگو که چرا برای شون مشکل درست کردی. سلام مجدد. مسئله‌ای که دوستمون مطرح کردن و مسئله‌ای که واقعا وجود داره اینه که توی دیوار در لحظه امروز ما دیوار رو به تهران و شهرها رو به محله‌های مختلف تقسیم کردیم و واقعا مرز محله‌ها چیز شفاف و مشخصی از همدیگه نیستن. یعنی که ممکن با فاصله یک خیابون یک کوچه کاملا شرایط اون محل عوض بشه، قیمت عوض بشه و همه چی عوض بشه. حالا خوشبختانه با اینکه امروز من اینو چند بار دیگه هم شنیدم از شما عزیزان، ما در نسخه های آخرمون تغییر ایجاد کردیم که علاوه بر محله خیابون اصلی که اون آگهی بهش نزدیک هستن و موقع تایید موقعیت مکانی به آگهی ها اضافه میکنیم. یعنی در ادامه به زودی تمام آگهی املاک علاوه بر شهر و محلهشون خیابون هم داره. چجوری میشه؟ مثلا ایشون میذارن محله اونجا میرداماده، اگه خونه توی نفت باشه میشه تهران میرداماد نفت، اگه خونه توی ظفر باشه میشه تهران میرداماد ظفر. یعنی نقش اون محله قبلی کمتر میشه و این ریزدانگی افزایش پیدا میکنه. این در حال تست شدنه. امیدواریم که تا یکی دو ماه آینده در اختیار همه توی دیوار قرار بگیره. ممنونم ازت. نیست بفرمایید. فقط اگر که اجازه بدید من و همکارام هستیم برای اینکه وقت بقیه هم گرفته نشه و برای احترام به افرادی که حالا اونجا سوالاتشون رو مطرح کردن بعدش در خدمتتون هستیم. خب من خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا وقت رو کشتید و به مطالب ارائه شده ما توجه کردید. دیوار به عنوان پلتفرم هوشمند، سریع و قابل اعتماد همواره متحده و وظیفه خودش میدونه که برای شما کاربران حرفه‌ای و با کیفیت ابزارها و امکاناتی رو ارائه بده که منجر به دیده شدن بیشتر آگهی هاتون، ارتباط بهتر با مشتری هاتون و در نهایت رونق و رشد به کسب و کارتون بشه. عملا ما در دیوار این رو وظیفه هر روزه خودمون میدونیم
که به این فکر بکنیم که چجوری میتونیم ابزارها و امکاناتی رو در اختیار شما قرار بدیم که هر دو سوی پلتفرم، یعنی شمای مشاورین املاک که ثبت کنندگان آگهی هستید و بازدید کنندگان، بتونید در کمترین زمان با بهترین کیفیت به هم وصل بشید و بتونید تجربه یک معامله موفق رو داشته باشید. به عبارت دیگه واقعا دیوار ما این گناه ساخته شده که بتونه ابزارهایی رو بده که عملا مشتری و خریدار بتونن در یک فضای کاملا تعاملی با هم ارتباط بگیرن و کمترین زمان رو برای رسیدن به همدیگه داشته باشیم. صحبت‌ها و ارائه ما امروز تموم شد و من خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتیم و حضور داشتیم و باعث شدید که بتونیم این اولین قدم، یعنی حضور در اولین رویداد دیوار به دیوار رو با هم دیگه رقم بزنیم و مرسی که اینقدر با دقت و توجه نقطه نظراتتون رو به ما مطرح میکنید. من و همکارام در خدمتتون هستیم الان بعد از تایم شام برای اینکه اگر نکات یا موضوعاتی دارید با همون مطرح بکنید و امیدوارم که این تعامل و این مسیر دو طرفه‌ای که امروز با هم شروع کردیم در نهایت بتونه منجر به رشد و پیشرفت هر دوتای ما بشه. بازم ممنونم ازتون، به افتخار خودتون دست بزنید.